سومین مرحله شیطان میاد وارد میشه، مرحله واقع نمودن انسان در گناهان کبیره. خب میاد کار خودش انجام بده، بالاخره اینجا موفق نشده. مهم اینه که شیطان دقت کنید خسته نمیشه، میاد انسانو میخونه. قرائت هر انسانی داره، روانشناس هست که این از چی خوشش میاد. از شرک بدش میاد، تشدد در دین داره، اونو در باب تشدد وارد میکنه، سخت بر خودش میگیره، بر خانوادهش میگیره و دوستانش، همه رو از خودش دور میکنه، در نهایت خودش از دین در میره، درش میبره، تمام روابطشو با مردم قطع میکنه، مردم ور گمراهی میدونه، کم 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 خودشو از دین میبره بیرون. چقدر روانشناسیش جالبه. بله اگه نتونست میاد مسئله کبائر رو واردش میکنه. خب انسان مرتکب میشه، کسی نیست که بالاخره در نافرمانی خدا در زندگیش واقع نشود. خدا میفرماید که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. انسان مرتکب گناهی میشه، مرتکب کار زشتی میشه، بعد بیاد خدا میافتد، توبه میکنه، اصرار نمیکند بر این. یعنی اینکه انسان دوچار گناه میشه. حالا شیطان یه وقتی هست که انسان نفسش برش غالب میشه، عقلش کار نمیکنه، شهوت کلا مغزشو میپوشونه، عقلشو میپوشونه، هیچی نمیتونه ببینه، نمیتونه در باره این گناه زشت تفکر کنه. همطور که رسول الله فرمودن که هر وقت انسان زنا میکنه ده ایمان نداره، وقتی که مشروب میخورد ایمان نداره، وقتی که دزدی میکند ایمان نداره، چون اون لحظه دیگه اصلا عقلش پوشانده شده، ایمانی دیگه نیست، عقلم کار نمیکنه. خب بعد انسان به عقلش برمیگرده، به هوش میاد، مثل یک انسانی که بیهوش شده بوده، فوری متوجه میشه مرتکب چه گناهی شده، توبه میکنه، استغفار میکنه، برمیگرده، اصرار نمیکنه بر این گناه، ادامه نمیده. اما شیطان میخواد که انسان ادامه بده، تزیین میکند، کار زشت رو تزیین میده. نگاه کنید خداوند در قرآن چی فرموده در مورد شیطان؟ میفرماید که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. به بدی و کار زشت، فحشا، فحشا یعنی هر کاری که دیگه در زشتی به اوج خودش رسید میگن فاحشه و فحشا. و اینکه بر خدا دروغ ببندید، این چیزی است که شیطان میخواد. یأمرکم بالسوء، به هر بدی، به هر فحشایی. یا میفرماند که الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان شما را از فقر میترسونه و امر میکنه به فحشا. نگاه پس گناهان و تشویق به اون از عمل شیطان هست. شیطان میخواد که ما مرتکب گناه شویم، چون گناه در اون معصیت هست، نافرمانی دستور خداست، دور شدن از خداست، ضربه زدن به خود انسان هست، انسان به خود ضربه میزنه. و یا میفرمان که فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. خب وسوسه کرد آدم و حوا، از اون درخت خوردن و از بهشت بیرون رانده شدن به خاطر این گناهشون. خب نگاه کنید امکان داره شیطان، نگاه کنید چه راههایی وارد میشه. امکان داره بتونه یک فردی که در جامعه مطرح هست، حالا هر کی باشه، این مطرح بودنش چه به عنوان عالم باشه، چه به عنوان تاجر باشه، یک شخصیت اجتماعی باشه، تا بتونه اونو در گناه وارد کنه. شیطان چه بسا با اون اعوان و یاران خودش وارد میشه و میاد دامی پهن میکنن برای شکار کردن این فرد به وسیله اون روابط نامشروع. بالاخره اینقدر وسوسه میکنن، اینقدر از این دروازه وارد میشن تا طرفو شکار کنن. امکان داره ازش فیلم برداری کنن، اعتراف ازش بگیرن، اون طرف اعتراف کنه. خب بعد میاد حالا مسئله پخش کردن این گناه این فرد معتبر در جامعه هست. خب امکان داره در اینجا بعضی ها لله تقربا الی الله این گناه را بازگو میکنند.
میگه به زعم خودش، به گمان خودش این گناه این عالم، این فرد معتبر و مطرح در جامعه را بازگو میکنه، همه جا میگن. حالا الان که دیگه بدتر با این تلفن های همراهی که هست و واتساپ ها و کلیپ هایی که هست، خیلی راحت دیگه برای اشاعه فحشا خیلی سریعتر میشه. تقربا الی الله، تقربا الی الله این کار انجام میده، در حالی که نمیدونه آقا این کاری که تو انجام میدی تقربا الی الله نیست، تو نماینده ابلیس هستی، تو نائب ابلیس هستی که این کار انجام میدی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره. خدا به ترسونده تو از عذاب دردناک، از اینکه فقط اشاعه فحشا بشه. حالا وقتی که در جامعه دیگه انجام بدن چیه؟ یه مسئله مهمی در اینجا مطرح هست که خب وقتی یه فرد مرتکب گناه میشه، ما همه مرتکب گناه میشیم، کسی هست که مرتکب گناه نشود؟ گناه فقط زنا نیست، هر چیز نافرمانی دستور خدا گناه است. خب آقا این فرد یک گناهی مرتکب شده، این گناه هر اندازه هم زیاد باشد وقتی توبه کنه خدا ازش قبول میکنه، ولی گناه کسی که میاد گناه دیگران در جامعه منتشر میکنه خیلی سنگین تر هست. شما خیال میکنید که درصد قبولی توبه این فرد چقدر هست؟ چقدر بار خدا فرموده که بایستی تو توبه که کردی اعلان کنی، همون گونه که همه جا گفتی که این فلان این کار انجام ده، حالا برو بگو نه این فلان بیگناه هست، من بهش تهمت زدم، اینو بعد همه رو انجام بدی. وقتی این فرد توبه کرد خدا توبهش قبول میکنه، چه بسا با توبه زیادی که میکنه اصلا گناهانش به حسناتی تبدیل میشه. اما گناه کسی که دنبال عورات مردم هست، میخواد مردم رو حد که حرمت کنه، افتضاح کنه، گناه اینها خیلی سنگین هست. همچنین کسانی که دنبال این هستن که بالاخره در بین مسلمان ها ایجاد فتنه کنند به هر نحوی که شده. خب این هم از راه های شیطان، از گناهان کبیره هست، ایجاد فتنه در بین مردم، بازگو کردن سخن این و اون، غیبت کردن، نمیمت، اینها همه جزو گناهان کبیره است که شیطان به اون امر میکنه. و یأمرکم بالفحشاء، به فحشا دستور میده که خداوند در آیات زیاد هم ما رو برحذر داشته از انواع گناهانه، چون چیزی که آشکار باشه چه پنهانی، چه در آشکار چه پنهانی، چون چیزی که مال قلب هست چه مال جوارح انسان هست. از همه این گناهان خدا ما را ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به فواحش نزدیک نشید، هر کار زشتی که از بهش نزدیک نشید، چه آشکار باشه چه پنهانی، چه قلبی باشه چه اعضایی باشه، به هیچ کدام از اینها میگه نزدیک نشید. اینها چیزی که شیطان میخواد. شیطان یأمرکم بالفحشاء، شیطان امر به فحشا میکنه. خب انشالله در برنامه آینده ما به مراتب بعدی شیطان در گمراه نمودن انسان ها خواهیم پرداخت. مرتبه چهارم، پنجم، ششم اینا هم هست که بیانگر این است که شیطان هیچ وقت راحت نمیشینه، مایوس نمیشه از اینکه ما را شکار کنه. قسم هم خورده و گفته که من از هر طرف به انسان حمله خواهم کرد. پس مواظب باشیم، دائما بیاد خدا باشیم، به خداوند پناه ببریم از شر شیطان و سعی کنیم بندگی را بر اساس دستور خدا انجام بدیم، نه بر اساس هوا و هوس و خواسته های نفسانی خودمون. تا درس آینده و باقی راه های شیطان در گمراه نمودن ما انسان ها، همه ما در حفظ و پناه خدا باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.